پیدا و ای تو پنهانم، جز تو یاری دگر نمیخواهم، جز تو نامی دگر نمیخوانم. اینه؟ نه آقا. این مال کیه؟ آقا مال ماست. بیا بگیر. این مال کی بود؟ مال منه. بیا جلو بگیر. این مال کیه؟ چشم باز کردند و خود را در جنگل زیبای سرزمین افسانه ها و رویاها دیدند. بیا بگیر. اینه؟ آقا. این نوار کیه؟ من. آقا مال ماست. بیا جلو بگیر. این مال کی بود؟ ما. این یکی؟ آقا مال منه. بیا بگیر. چه مزه تا بیاره آقا این نوار ماست. محمدم لای لای عزیزم لای لای اصلا. این صدای کی بود محمد؟ مادر بزرگمه. بچه‌های من ببینید این دفعه چند دارم بهتون میگم. اگه چیزی نزدیک تخت کمد شما نبود بدین به من ببینم مال شما هست یا نه. حالا اونایی که نوارشون اینجاست باشن، بقیه برن تکلیفاشون انجام بدن. اونایی هم که درساشون رو نوشتن کم کم وسایلاشون رو جمع جور کنن، پس فردا خانواده‌تون میان دنبالتون. بریم بچه‌ها بریم. دو خروس سنجاب و موش چشم‌هایشان را بستند. کمی بعد احساس کردند که به هوا بلند شدند. این دفعه دیگر بامداد نمی‌خواستند. عادت کردند. بچه ها آروم برن سر کلاساشون، مراقب باشید کسی ندوه. مقطع ابتدایی برید سر کلاساشون. خورشید بنویس پسرم. زمین را روشن می کند. بذار روز که خورشید می تابد، آفتاب زمین را گرم می کند. روزهای آفتابی گرم و روشن است. تموم شد بچه ها. یه 5 دقیقه بهتون وقت میدم نگاه کنید، اصلاح کنید، اگر اشکالی هست سریع برطرف بشه. بله باش ادامه بده. خب ورقا بالا بچه ها، ورقا رو بیاد بالا 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 بالا. آفرین، بده به من. ممنون، مرسی. چیکار میکنی؟ سلام آرام. سلام. ببینم محمد این تخت کمد این خرت برته چه جمع کردی اینجا؟
مامانی خرت برد چیه؟ سوغاتیه. عجب ساقاتیه. باشه یه شیری بردار. آقا خیلی ممنون. دستمون بنده. خیلی خوب. دستاتو که جمع کردی بیا پیش بچه‌ها شیرینی بخور. چشم بس جمعتون جمعه. این چیه میزنی حمید؟ یا آهنگ شاد بزن. آه. خانم ها با آقایون لطفاً توجه کنید. خانواده های محسن زنگانه، مجید عمرایی، محمد رمضانی، علی ماندگار اگه اومدن بیانی برگر رو امضا کنید. علی مجید محسن با من بیاین. محمد بشین هنوز پدر نیومده. آخش حسابی خسته شدم. فقط مونده از شهر تو یکی راحت بشم. تو که بری یه نفس راحت میکشم. پدرم چرا نیومد؟ میاد. کی؟ موبایلتو بده یه تلفن بزنم ببینم کجاست. آقا رحمانی اذیت نکن دیگه. مگه خبر نداده بودید بیاد دنبالم؟ پسر تو چقدر عجولی. موبایلتو بده ببینم کجاست. باتری موبایلت هم که داره تموم میشه. الو آقای رمضانی، سلام علیکم. من رحمانی هستم. کجا هستی؟ دیر کردیم بابا. اتوبوس گیر نیاوردی؟ آها پس الان تو راه هستی. محمد حالش خوبه؟ گوشی؟ میخوای با پدر صحبت کنی؟ نه سلام میرسونه. منتظریم. خدا حافظ شما. اینم از پدرت. نگرانی نداره حتما میاد. ضبط صوت خوابگاه رو بهت بدم یه نوار گوش کن با پدرت بیاد. آقای رحمانی خوش آقای رحمانی با دفتر خوش. تماس بگیرن. زنگیم لابجایا دختر بانو را میخوابم وای محمد جانان محمد لای لای عزیزم لای لای شیرینم لای لای.
بفرمایید. سلام. سلام علیکم. به به آقای رمضانی دیر کردین آقا. باشه الان من میام خدمتتون. ببخشید من محمد رو نمیتونم با خودم ببرم. اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که نه. اگه میشه اونو پیش خودتون نگه دارید. آقای رمضانی مجتمع تا 3 ماه تعطیله. کسی نیست که اون بخواد پیشش بمونه. همه بچه‌ها رفتن. منم کسی رو ندارم که اونو نگه داره. از وقتی که مادرش فوت کرده من با زحمت بزرگش کردم. این همه رو اومدی اینجا کم یک کلمه حرف بزنی؟ شما یه بزرگواری کنید این بچه رو نگه دارید. پدر من، ما یه مرکز آموزشی هستیم، سازمان بهزیستی که نیستیم. تازه اونجا از یه سری بچه‌های بدون سرپرست نگهداری میکنن یا والدینی که صلاحیت نگه داشتن بچه‌هاشون رو نداشته باشن. خب الحمدلله این بچه که خانواده داره، شما هم که آدم شریف و زحمتکش. بفرمایید جانم. یعنی هیچ راهی نداره؟ همه یه سال یه طرف، این یه روزی که دیر کردی یه طرف. بهش خیلی سخت گذشته. اونهاش محمد چیزی گم کردی؟ آقا موبایلمون گم شده. گوشه کنارا بگرد پیداش میکنی. بازم چپ برو چپ باری کرده. محمد یه خبر خوب. محمد فکر کردم دیگه نمیام. Yaktıydı cinsler. Yani bu akşam müşterimiz da. Çok teşekkür ederim. Neyse. Çok. Xahiş temsilcilerini bir mövqe yolla. بشین. Bu sefer bir tane qalise var, çok yaxşıdır. Yollaram gələ bilər. İtaat. Yes. سلام علیکم. Salam. Bu چی دارید؟ پاشو بریم. مبارک باش.
بسته بیار تو. میخوام بودو بگیرم. صبح شده؟ آره. رسیدیم؟ هنوز نه. اونجا چیه؟ درخت. جنگل. اون دور دورا چیه؟ باز هم جنگل. موبایلمو در بیارم با رحمانی یه زنگ میزنم. الو، خوب هستی آقای رحمانی؟ بله، توی اتوبوس هستیم. بله، جای شما خالی. دستم ولی خودم کنم. آروم تر. برو سب برو. سب برو، سب برو. سلام علیکم. رسیدیم. رسیدیم. آره.
چیه؟ برای خودت کن. محمد مدرسه‌تون تعطیل شد؟ آره. چقدر زود، ما هنوز امتحانمون شروع نشده. خب مدرسه شهر بهتره دیگه، زودتر تعطیل میکنن. هنوز که نرفتی؟ از این ورده رسیدیم. همینجا. نه یکم صبر کن. آها رسیدیم. عزیز خونه نیست. کجاست؟ رفته مدرسه. من الان میرم دنبالش. منم بیا. باز میخوای بچه ها رو دنبال خود را بندازی؟ نه منم بیا. های بهاره بله سر راه نمونی نه. به عزیز بگو من شب دیر برمیگردم. باشه. چقدر بزرگ شدی. جانه عزیز بابا اومده. محمد رو با خودش آورده؟ چیه دختر؟ چرا حرف نمیزنی؟ لبخند میزنی برای من. چرا حرف نمیزنی؟ عزیز خوشگله. من اینجا. محمد جان بیا پسرم. عزیز بیا. کجا بیا پسر؟ بیا کارت دارم. چه کار داره قربانو دارم؟ بیا دیگه. چشمی عزیزم بگو پسر. عزیز چشتو ببند، دستم دراز کن. حالا چشتو باز کن. به 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 این چه قشنگه پسرم. برای توه. این برای خواهر نه قشنگه. نه برای اونا هم یه چیزایی آوردم. بهاره هانیه بیای. هانیه این مال تو، خودم درست کردم و چقدر قشنگه. اینم مال بهاره. دستت در نکنه. این مال هانیه. اینم مال بهاره.
بهار جا برو یانچه کم پا قربانت برم محمد جا اگر گفتی همی که چیه پسره کو میخوام ببینم. این همون درخت است که من پارسال کاشتم. عزیز من بزرگترم یا این؟ یک برگ از تو بزرگتره عزیزم بریم قربان تو عزیز اینجا چی کاشتی؟ عزیز قربانت برم ناقابله توفه تهرانه. تهران تشریف داشتی؟ بله برای کاری رفته بودم. مبارک. بفرمایید چایتون سرد نشه. چشم. ببخشید. هاشم آقا تاریخ عقد کی بذاریم؟ هر وقت که شما اجازه بدید. هر چی زودتر بهتر. والا من حرفی ندارم.
فقط چند تا کاره که باید اونا رو انجام بدم. ما که توقع زیادی از شما نداریم. فقط این دختر سختی کشیده. با اینمه که در عقد اون خدا بیامرز بود ولی به خونه بخت نرفت. یعنی قسمت نشد که بره. حالا چشم امیدمون به شماست. یه طوری میخوام این بچه راحت باشه. شما هم که ماشاءالله بچه دارید. بله، دخترای من کنیزیشون میکنن. از خوبی مادرم هم که هرچی بگم کم گفتن. دیگه مشکلی نمیمونه. خودم هم که غلام شما هستم. زنده باشی ایشالله. دهن مردم رو نمیشه بست. این یکی دوباره هم که اومدید رفتید ممکنه چیزایی بگن. این دفعه که اومدید دوتایی با هم میرید. مبارکه انشالله. مبارکه مبارکه. سلام. سلام پسرم. همیشه به گردش. دیر کردی عزیزم. سر زمین بودم. بچه ها خوابیدن؟ آره خوابیدم. بچه ها با محمد بازی کردم. خیلی خسته شد. خوابیده. باید یه فکری برای محمد بکنی. فکر چی؟ هنوز نمیدونم. میگن یه آدم نابینایی هست که نجاری داره. اگه قبول کنه که محمد پیش خودش نگه داره خیلی خوب میشه. میتونه سر پای خودش واسه. من نگران آینده محمدم. تو نگران یا آینده محمد یا خودت؟ محمد جان از امامزاده محمد که برمیگردی میریم توی صحرا گل میچینیم نخل رو رنگ میکنم یک گلیم قشنگ میبافم برای تو نظری میکنم. عزیز چه دست انقدر سفیده؟ حالا کی گفت دست من سفیده قربانه برم عزیزم؟ نه من میدونم دست شما سفیده. من کار کردم کشاورزی کردم دست من سیاه قربانت برم. نه دست شما نرم قشنگه. عزیز میدونی اینا چی میگن؟ کدام پسر؟ همینا دیگه. این صدای دارکوبی دیگه. برای خودش خانه درست میکنه برای خودش غذا فراهم میکنه. ولی اینا دارن حرف میزنن.
محمد بیا. گرفتمش. دستتو بیار بالا. رفت. بودو بریم بگیر من. اول نیت کن و وقت بریش. نیت چی؟ هر چی از خدا میخوای از دلتو بگو. بسم الله الرحمن. کارا باشه، هم درس بخونید، هم کشاورزی بخونید، هم نیرو دریایی باشید، همه دیوان بگیرید. حالا میفهمید؟ خیلی براش کشتایی باشید. وقتی آردید، اول چیز بگیرید، جایزه بگیرید. بله. چیه؟ چه خبره؟ عزیز ببین محمد چی میگه؟ چی میگه پسر؟ عزیز تو خدا بگو منم با خودشون ببرن. آخه نمیشه که پسرم. چرا میشه؟ تو با پالیمان باشید پسرم، من حرف ما رو گوش کن دیگه. بله علی حساب کن منم با خودتون ببرن. محمد جان داری کجا میری؟ خب نمیشه تو با اونها بری مدرسه پسر. نه همینجا باش، پالیمان باش. نگاه کن عزیز دوست نداری؟ قربانت برم. اما هر چیز حرف ما رو گوش بدی که پسر تو قامان نمیتوانی مدرسه بری. نمیخوام پیش عزیز بمان، به عزیز کمک کن. قربانت برم. محمد من میخوام برم. تو گریه نکن دیگه پسر. چرا گریه میکنی؟ تو گریه میکنی من ناراحت میشم محمد. گریه نکن پسر، قربانت برم، گریه نکن. بیا بریم. عزیز قبول کرد؟ آره پسره، بیا بریم. به به، سلام آقای رمضانی. سلام آقا. حالت چطوره؟ خوبم. خوب هستی؟ خوبم. آقا اجازه ما بلدیم بخونیم، ما همه درسامون هم بلدیم. آفرین، باریکلا. ما میدونستیم اینه، حالا شما امروز مهمون ما هستیم. دست شما در بکن. خواهش میکنم. عزیز تو برو، من با آنیا و آقا میام. بله. بابا شداش میکلاس وقت بگید تو من. خواهش کنم آقای اختیار رو دارید. همیشه که محبت دارید. همین وظیفه. بفرمایید. بفرمایید داخل. آقای محمد رمضانی. بچه‌ها امروز محمد آقا رمضانی اومده اینجا که مهمان شما باشه. آقا اجازه بیاد شما. آقا اجازه بیاد. چی خبره؟
ساکت. این شلوکاری‌ها چیه؟ بشین سر جات. نصیب بلند شو برو اونجا بشین. محمد آقا شما اینجا بشینید. زاری بقیه درس بخون. کلاس دومیا تمرین ریاضیشون حل بکنن. زاری بخون. خورشید زمین را روشن می کند. روزهای آفتابی گرم و روشن است. روز که خورشید میتابد آفتاب زمین را گرم می کند. شبهایی که ماه میتابد مهتاب زمین را روشن می کند. شبهایی که ماه نمیتابد تاریک است. آقای محمد آقا عین همین درس تو کتاب شما هم هست؟ بله آقا بخونم. بفرمایید. شبهایی که ماه میتابد مهتاب زمین را روشن می کند. شبهایی که ماه نمیتابد تاریک است. آقا حالا میریم درس بعدی. اکرم و امین خواهر و برادر هستند. امین 2 سال از اکرم بزرگتر است. وقتی که اکرم درس میخواند امین به او کمک میکند. این خواهر و برادر. این چه وضعیه؟ بری سر جاتون بشینید. بشین ببینم. عزیز. بله. چیه پسرم؟ چی شده پسرم؟ چیه؟ چه خبره؟ تو محمد روانه کردی مدرسه؟ با چه بشه پسر چی شده؟ این بچه بیچاره میشه، خانه نشین میشه. دیگه نمیتونه بره تهران درس بخونه. من اینجا میبرمش. میخوای از من لج بگیری؟ تو میخوای با من لج بگیری. چرا با خدا به خاطر من چیزی نه. میبرمش. مواظب با محمد باش خب؟ عزیز منم میام. من میخوام برم مغازه پسرم. راه دوره تا همینجا باش من دارم میام. زود بیا. حالا میام. بیا پروازی.
هانیه محمد کو؟ عزیز بابا اومد محمد رو با خودش برد دریا رو بهش نشون بده. بیا. از آخر این تناب جلوتر نه. بریم. اسبا نمیاری؟ نه پیاده میریم. روستا خیلی راه. من خسته میشم. زود میرسیم.
ماشین میاد. این راه روستا نیست. کجا داریم میریم؟ کجا داریم میریم؟ برم کن، من نمیام. من میخوام برم پیش عزیز. برم کن. نه برم کن. من میخوام برم پیش عزیز. برم کن. برم کن. برم کن. این محمده. سلام، اسم من علی فاطمیه. فامیل تو چیه؟ ها؟ من اون محمد صدات میکنم. به 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 به. این دستا میگن که خیلی کارا میتونی یاد بگیره. اگر اجازه بدین من مرخص میشم. اجازه ما دست شماست. خواهش میکنم. من بهت سر میزنم. اینجا جای خوبیه. خداحافظ شما. به امان خدا. بیا بریم اینجا رو نشونت بدم. اینجا یه کارگاه نجاریه. منم مثل توی نابینام. درست همسن تو که بودم این کار شروع کردم. پدرم یه نجار بود. نجاری رو از اون یاد گرفتم. اینجا یه راهروه. اینجا هم یه اتاق کوچیکه. اما خوبه. جای تو اینجاست. من خودم سالها اینجا زندگی کردم. الانم طبقه بالای همینجا زندگی میکنم. خب بریم بیرون نشونت بدم. این طرف دست چپ یه برکه آب پر از مرغابی. اینجا بخشی از انبار چوبه. حالا بیا بشین. اولین قدم این که بایستی با چوب آشنا بشی. هر چوبی برای یک کاری مناسبه. مثلا اینو بگی ببین چقدر نرمه. چوب درخت سپیداره. برای کنده‌کاری خوبه. ولی اینو ببین. چیه تو داری گریه میکنی؟ مرد که گریه نمیکنه. هنوز نیومده دلت برای خانواده‌ات تنگ شد؟ نه. پس چی؟ میدونی چیه؟ هیچ کی منو دوست نداره. عزیزم منو دوست نداره. چون بینایی ندارم همه میکنن دستم فرار کنم. اگه چشم داشتم میرفتم مدرسه روستا. همه بچه های روستا میرن اونجا درس میکنن. غیر از من که باید برم مدرسه نابینا که اون بر دنیاست. معلم میگه خدا شما نابینا ها رو بیشتر دوست داره چون نمیبینید. ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نابینا نمیکرد تا اونو نبینیم. مریم گفت خدا دیدنی نیست، همه جا هست. شما میتونید اونو حس کنید. شما میتونید با دستاتون ببینید. خدا من همه جا رو میکردم تو بالاخره یه روزی دستم به خدا بخورم همه چیزو بهش بگم، حتی هر چی توی دلم هست. معلمتون راست گفت.
بهتر من بیاریم. قرار ما همین بود. میخوای با من لج بگیری ها؟ من برای خودش این کارو کردم. آخه من چه خاکی به سر کنم؟ مگه من چه گناهی کردم؟ یا مسئولیت آدم کورو میگیره. دست من بگیرم قوت کار از دستم بره، کی بخواد دست منو بگیره؟ کی بخواد به اون کمک کنه؟ اون خدایی که میگی بزرگه بچه رو حتی منو نمیگیره. بچه من از این فراغت نجات نمیده. به چی شد کنم؟ به چیزی که ندارم؟ به بدبختی ها؟ به بچه کورم؟ به دری که از دستم رفت؟ 5 سال آزگاره که دارم میسوزم. میکنی من چیکار کردی؟ ها؟ نگاه کن. منم یه آدم بیچاره و بدبخت. چشمی باز کردم این در بودم. کی دست منو گرفت؟ کی به من محبت کرد؟ برو دیگه. هر جا بخوای بری برو. عزیز یه برگرد. تو رو خدا یه برگرد عزیز. مریض میشی. تو رو خدا دستتو میبوسم، پاتو میبوسم. یه برگردیم عزیزم. آبروریزی میشه عزیز. یه برگردیم عزیز. بهاره یه لیوان آب با یه قاشق به من بده. به این سمت که میکشی میبره، به طرف عقب رو میکشی به این سمت حرکت میکنه. حالا اینو بهش میگن گیره. خب اینو میگیری دستت میذاری داخل این رو چوب. درست شد؟ بله. دست راستو شل کن، با حرکت دست من حرکت کن. آروم صداشو گوش بده. وقتی به طرف جلو میره کمتره، عقب که میاد بیشتر. چیکار میکنه؟ میبره. گوش بده. بخور عزیز. بهاره برو بخواب. عزیز میخوای فردا محمد بیارم ببینیش؟ عزیز فردا محمد بیارم؟ ها؟ بیارم فردا محمدو؟ من نگران محمد نیستم، نگران تو.
این سرش، نوکش، این پشتشه، دومش، اینجا ببین این بالش باز میشه روی پرواز. با انگشتات تو باید خیلی ظریف دقت کنی رو چوب، چیزایی که میبینی دقیق حس کنی. این نوکش، آفرین. خودت بگی قشنگ بررسیش کن، همه جاهاشو نگاه کن. مقابله مبارک انشالله. امروز رفتم به محمد سر زدم. حالش خیلی خوب بود. میخواستم بگم اگه راضی باشی 2-3 روز دیگه میرم برای اینکه تکلیف مردم رو روشن کنم. ها؟ چیکار کنه؟ بگیر. برای چی؟ لازمت میشه. من نمیخوام. همین که تو راضی باشی برای من کافیه. نه بگیر.
هاشم آقا سلام، برات پیغام دارم. بیا. اینا رو آقای صفایی داده، گفت شرمنده. این وصلت برای ما آمد نداره. بیا بالا بیا بالا آهای دیوونه مگه مرض داری؟ محمد میدونی کی اومده؟ اومدم ببرمت خونه.